یه نکته خدمتتون گفتیم آبی که میاد از طریق دیگ تو مبدل و آبی که از استخر داره میاد تو مبدل، آفرین، دو تا جهت خلاف جهت هم باشن، آفرین، و معکوس به هم باشن. الان آب دیگ شما از کجا داره وارد میشه؟ از پایین داره وارد میشه یا بالا؟ نه دیگه، آب دیگ شما از پایین داره وارد میشه. نگاه کن، از اینجا داره وارد میشه، رفته آب استخرت هم خورده پایین تو پوسته. یعنی در واقع آبی که رفته تو لوله، آبی که رفته تو پوسته، جفتشون ورودیشون تو یه نقطه شده. نباید دو تا رفتار رو شما یه جا بزنید. رفت و برگشت باید معکوس به هم باشه. این که رفت از پایین خورده، رفت دیگه پایین خورده، کار اوکیه. چرا؟ چون ایرونت بالا بوده و اتفاقی که میفته هواگیری راحت‌تر انجام میشه. کاری که اینجا تو اتاق تستمون هم ما انجام دادیم. ولی آب استخر نباید پایین، آب استخر باید بالا وارد میکرده. آب دیگو از پایین وارد کنی اوکیه، چون بالا ایرونت. نگاه کن، من اینو زوم کردم، نگاه کن ایرونت بالاست. یه نکته که ما تو اجرای خودمون هم شیر ایرونت حتما یه دونه شیر بذاریم. چرا؟ یه زمانی میخوای ایرونت رو عوض کنی، باز میکنی آب میزنه همه جا رو میگیره. یه ایرونت زیرش یه دونه شیر دستی بذارین، مثل همین کاری که تو آموزشگاه ما انجام دادیم. نگاه کنی زیر ایرونت هم یه شیر گذاشتم شماتیک. این هم که هواگیری دستیه که یه سرا خورده تو موتورخونه معمولا اجرا میشه. یه دونه شیر تخلیه هم معمولا تو دیتیل نصب آموزشگاه نگاه کنین